برای تایم استاتیکه موتور پارس یه شاخص اینجا داریم که روبروی این شاخص روی پوسته میشه. بعد مال لنگش هم شما هر جایی ولش کنی دوباره برمیگرده سر جاش، میاد سر تایمش درست مساوی اینجا. بعد برای کوک این لنگش هم شما چیکار میکنید؟ برعکس هم دو دور برعکس این میشه، مخالف هم میشه. یه دور اینجوری میکنید، بعد این هم مخالف همون میشه. این میشه کوک دنده. دنده استاتیکه. این آچار حالا ما دستساز کردیم، با پیشگوشی هم میتونیم کوک کنیم. من اینو دستساز درست کردم. اینو میذاریم سر جاش. طرفی جا گذاشتیم بکنید این شاخص میزان و همین حالت یواش دیسکو جا میزنیم. این شد تایمش. بس میزان این هم دنده تایم. دیسکو جا میزنه. تا هر زمانی که این دیسکو در نیارین تایم به هیچ عنوان با هم نمیشه. بعد این واشه هم جهت داره، نگاه کنید.